دادگاه نویه اوسای کشور پرم روسیه عقد نکاح یک زن محلی 32 ساله با شهروند 26 ساله تاجیکستان را که در اول سال 2021 ازدواج کرده بودند قلبکی برآورده بیکار کرده است. در این باره روز 20 دکمبر سال 2022 دادستانی کشور پرم خبر داد خود این زن و شوهر برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه دادستانی که دادگاه اوسا هم از آن پشتیبانی کرده است، این زن و شوهر با یکدیگر عملا زندگی نمی‌کردند و خواجگی مشترک نداشتند. دادستانی ادعا دارد که زن برای عقد نکاح از این مرد تاجیک پول گرفته است و تنها هدف از این عقد نکاح فراهم آوردن شرایط برای بود و باش مرد تاجیک در روسیه بود. به این دلیل دادستانی از دادگاه خواسته است که عقد نکاح این مرد تاجیک را بیکار کند. دادگاه این درخواست را پذیرفت. حکم دادگاه علیه به اجرا در آمده است. این نخستین مورد به عقد نکاح قلبکی ایبدار شدن زادگان تاجیکستان در روسیه نیست. مهاجران زیاد در روسیه به خاطر بارای آسانتر به دست آوردن حق اقامت و در آینده به دست آوردن شهروندی روسیه از نکاح با ساکنان روسیه از جمله از نکاح‌های قلبکی استفاده می‌برند. در این اواخر دادگاه‌های روسیه دهان نکاح شهروندان روسیه با مهاجران خارجی را قلبکی دانسته بیکار کردند. تنها در سال 2021 بیش از 103,000 نفر از زادگان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده. در نیمه اول سال 2022 باز 74,000 نفر دیگر از تاجیکستان شهروندی خود را به روسیه عوض کردند. در عموم از اول عصر 21 علاقه تقریبا 1 میلیون نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفتند. هزاران نفر آنها از طریق ازدواج با ساکنان روسیه توانستند صاحب شهروندی این کشور شوند.